اومدم کمکت کنم تا از مارکت سود به دست بیاری. اگه تا هم میخوای تریدات سود ده باشه همراه من باش تا بهت یاد بدم ترید اونقدر هم سخت نیست. بازارهای مالی دارای ریسک ذاتی برای سرمایه گذاری هستند. امکان از دست دادن سرمایه وجود دارد و مسئولیت تمامی معاملات اهم از سود و زیان به عهده خود شماست. این ویدیو جنبه آموزشی دارد و موقعیت‌های گذشته ممکن است در آینده تکرار نشود. سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز اومدیم با یه استراتژی خفن تو بازار باینری آپشن. همراه من باشید تا بریم یه استراتژی رو بررسی کنیم و ببینیم داستان از چه قراره. خب دوستان، این استراتژی رو میتونید تو هر دوتا بازار باینری، یعنی هم بازار بالا و پایینش هم بازار وان تاچش استفاده کنید. تایم فریم معاملاتی برای بررسی مارکت اون تایم فریم 15 دقیقه هستش و سررسید انقضا هم رو تایم 120 دقیقه یا همون حدوداً 2 ساعت در نظر میگیریم. اندیکاتورهایی که قرار داخل چارت استفاده کنیم اندیکاتورهایی هستن که ما سیگنال هایی میدن و تاییدیه هایی میدن که میتونیم بر اساس اونها خیلی راحت و با خیال راحت بدون ریسک اضافی وارد مارکت بشیم، وارد پوزیشنمون بشیم و از پوزیشنمون سود به دست بیاریم. شرایط ورود به معاملمون برای پوزیشن لانگ یا همون های به چه صورته؟ زمانی که اندیکاتور HFT به ما یه فلش آبی رنگ میده، یه تاییدیه اولی هست. تاییدیه دوم اون زمانیه که کندل هامون بالای اندیکاتور بولزای فارکستر باشن و تاییدیه های بعدی اون هم جنسیس ماتریکسه که باید 3 یا 4 تا خط باکسش آبی رنگ باشه برای پوزیشن لانگ یا پوزیشن های. نه اینکه یکی یا دوتاش. یکی یا دوتا تاییدیه خوبیه ها، ولی تاییدیه قوی نیست. ما رو 3 الی 4 تا در نظر میگیریم. تاییدیه بعدی اونم که زمانیه که اندیکاتور ترندز بارمون به رنگ سبز در بیاد. حالا میریم روی چارت، زیاد نگران پیچیدگی ماجرا نباشید. میریم روی چارت دونه دونه توضیح میدیم تا قشنگ براتون جا بیافته و خیلی راحت بتونید از این استراتژی استفاده کنید. زمان ورود به معاملمون زمانی که کندلمون بالای این تاییدیه ها بسته بشه و ما میتونیم راحت روی کندل بعدی وارد معامله بشیم. شرایط پوزیشن شورتمون هم دقیقاً به همین صورت هستش، فقط مخالف این رونده که قراره که فلش قرمز بگیریم، تاییدیه های مختلف رو داشته باشیم و به همین صورت. برای بازار وانتاژ فقط توجه داشته باشید جای اندیکاتور HFT1 میتونید از HFT 2 هم استفاده کنید، چون یه سری خطوط به شما نشون میده که میتونید به عنوان تارگتتون استفاده کنید، ولی بهتون پیشنهاد نمیدم. بهتره که از همین اندیکاتور HDF استفاده کنید، HDF 1 استفاده کنید و به علاوه سطوح پیوت پوینت. بریم روی چارت و بررسی کنیم ببینیم این استراتژیمون چجور باید ازش استفاده کنیم. خب دوستان، من روی چارت GBP/USD هستم تو تایم فریم 15 دقیقه. اندیکاتورها رو روی چارت میندازیم و بررسیشون کنیم ببینیم چه اندیکاتورهایی داریم. خب این اندیکاتوری هست برای ما که روندمون رو مشخص میکنه و برای پوزیشن های باید کندل هم بالای این اندیکاتور باشن و برای پوزیشن لو کندل هم باید پایین این اندیکاتور باشن. خب این تاییدیه اول ما. اندیکاتور بعدی که روی چارت میندازیم اندیکاتور کندل ها هستن، ترندز بار. فقط برای دیدن این کندل ها بهتره که کندل استیکمون رو به صورت خطی در بیاریم و تا راحت تر بتونیم بررسی کنیم وضعیت اندیکاتور رو. اندیکاتور بعدی اندیکاتور جنسیس ماتریکسه که میبینیم که به ما 4 تا لاین داده. برای تاییدیه هم باید 3 تا لاین یا هر 4 تا لاینش باید یک رنگ بشه. برای پوزیشن های آبی رنگ، برای پوزیشن لو باید هر 4 تاش یا 3 تاش حداقل قرمز باشه. اندیکاتور بعدی که روی چارت استفاده میکنیم اندیکاتور HFT 1
که به ما اگر دقت کنید یه سری آلارم داده که میتونیم ازش استفاده کنیم برای ورود به معاملاتمون. یک تاییدیه هست برای ما. به این دومی کاری نداریم. HFT 2 برای وانتاژ میتونید استفاده کنید ولی بهتون پیشنهاد نمیدم. جاش از پیوت استفاده میکنه که خطوط بهتر و دقیق تری برای ما مشخص کرده برای تاییدیه هم. و اندیکاتور آخرمون هم اندیکاتور استوکاستیک هست که به چارتمون اضافه میکنیم و تاییدیه همون همه تکمیل میشه. خب دوستان بریم روی چارت و شرایط معامله‌مون رو بررسی کنیم. خب میایم اول دنبال موقعیت‌های تاییدیه‌مون میگردیم. تاییدیه‌های اولمون چجوریه؟ باید ما داخل چارتمون فلش ببینیم تا تاییدیه اول ما باشه. تو اینجا به طور مثال میتونیم از این قسمت استفاده کنیم، میبینیم فلش رو به ما داده. خب پس ما اینجا میتونیم وضعیت مارکت رو بررسی کنیم ببینیم چجوریه داستانش. تو این قسمت میبینیم که فلش آبی به ما داده، بر دنبال پوزیشن های میگردیم. تاییدیه بعدی اون زمانیه که باید کندل هامون بالای این خط روند ما باشن و به همراهی که کندل همون باید رنگ سبز به خودشون بگیرن که میبینیم تو اینجا تمامی تاییدیه ها هست و میریم سراغ تاییدیه بعدی. تاییدیه بعدی اونم اندیکاتور جنسیس رو بررسی میکنیم که باید گفتیم حداقل 3 تا یا هر 4 تاش یک رنگ باشن که ما میبینیم توی این قسمت هر 3 تاش یک رنگه. پس تاییدیه بعدیمونم از این قسمت گرفتیم و تاییدیه آخرمونم زمانیه که ما توی این قسمت اندیکاتور استوکاستیک باید روند صعودی داشته باشیم و به خط اشباعمون نرسیده باشه. خطهای اشباع حتما در نظر داشته باشید. خب پس ما توی این قسمت تمام تاییدیه هامونو داریم. روی کندل بعدیمون وارد معامله میشیم و تاییدیه‌مونو سررسید انقضامونو توی باینری آپشن های و لو روی حالت 120 دقیقه یا 2 ساعت تنظیم میکنیم که میفته برای ما حدوداً همون 8 تا کندل. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 که ببینیم یه سود خیلی معقول و راحتی گرفتیم و با اطمینان میتونیم از این استراتژی استفاده کنیم بدون اینکه نگران ریسک اضافی داخل مارکت رو داشته باشیم. خب پس ما توی این قسمت تاییدیه هامونو داریم. این از اولین معامله که به سود ختم شد. میریم معامله بعدی رو بررسی کنیم. به طور مثال این قسمت اگر بخوایم بررسی کنیم تاییدیه فلش رو به ما داده، اما این نکته رو در نظر داشته باشید پایین این خط اون هست، پایین این اندیکاتور خطی وجود داره. پس ما فعلا با این کاری نداریم. میریم یه تاییدیه دیگر رو در نظر میگیریم. این قسمت به ما فلش داده، میایم بررسی میکنیم ببینیم شرایطش به چه صورته. خب میبینیم که کندلمون بنفش رنگ هستش برای پوزیشن لو، پایین اندیکاتورمون هستش. پس یه تاییدیه دیگه داریم و اندیکاتور استوکاستیکمون هم روند نزولی رو به خودش داره. پس ما اینجا تاییدیه‌مون رو داریم، اما توی این قسمت اندیکاتور جنسیسمون به ما تاییدیه دقیق نداده. برای ما یک رنگش قرمز رنگه، باید 2 تاش 3 تا خیلی بهتره که 3 تا 4 تاش قرمز رنگ باشه. پس ما روی این کندل کاری نداریم ولی روی این کندل میتونیم وارد بشیم، چون گفتم حداقلش رو در نظر میگیریم که میبینیم 2 تا از تاییدیه هامون رو توی این قسمت داده. پس ما میتونیم روی این کندل وارد پوزیشن بشیم و تا 8 تا کندل یا همون 2 ساعت رو سررسید انقضامون تنظیم کنیم که از اینجا بخوایم بشماریم 1 2 3 4 5 6 7 و 8 که ببینیم یه منطقه کاملا نزولی رو برای ما سیر کرده و تاییدیه رو به ما داده. دوستان فقط حتما توجه داشته باشید که موقعی که میخواید از این استراتژی استفاده کنید حتما داخل گذشته چارت بک تست بگیرید، داخل اکانت دمو فوروارد تست بگیرید. زمانی که تسلط پیدا کردید به این استراتژی و موقعیتتون رو کاملا شناسایی کردید
وقتی توی اکانت دمو سودده بودید پس از اون برین داخل اکانت ریل و از این استراتژی استفاده کنید و سود خودتون رو از مارکت به دست بیارید. خب دوستان، ما داریم تو مجموعه دیجی تریدرز استراتژی قدرتمند بازار باینری آپشن رو براتون آماده میکنیم که با دیدن این استراتژی و بررسی اونها میفهمیم که کدوم استراتژی قدرتمند تره که اونو میرید بک تست میگیرید، فوروارد تست میگیرید. اگر براتون جواب مثبت داد اونو وارد حساب ریل خودتون میکنید. حتما کانال یوتیوب و آپارات مجموعه ما رو دنبال کنید، ویدیوها رو لایک کنید. حمایت های شما به شدت به ما انرژی میده تا ما بتونیم ویدیوهای بیشتر رو با کیفیت تری بهتون ارائه بدیم. خب بریم مثالای دیگه هم داخل چارت بزنیم و ببینیم چه مثال هایی میتونیم پیدا کنیم. خب توی این قسمت بخوایم مثال بعدی داشته باشیم، توی اینجا میتونیم مثال خوبی داشته باشیم. ببین چارت به شما موقعیت زیاد میده. توی این قسمت اگر دقت کنید پر از آلارم هایی که برای ما تاییدیه هستن ولی تاییدیه کامل نیستن که بخوایم وارد معامله بشیم. پس ما با اینها کاری نداریم. زمانی با اینها کاری داریم که برای ما تمام تاییدیه ها تکمیل باشه و بخوایم ازشون داخل چارت استفاده کنیم و بهره کاملمون رو ببریم. خب میریم توی این قسمت میبینیم فلش به ما آلارم داده، پایین اندیکاتورمون هست، خط اون بنفش رنگه، تاییدیه همون رو توی این یکی اندیکاتور بعدش گرفتیم توی اندیکاتور جنسیس و حتی اندیکاتور استوکاستیکمون هم به ما تاییدیه‌اش رو داده. پس این کندل میتونه برای یه موقعیت ورود مناسب باشه. روی این کندل میتونیم وارد بشیم، زمان باز شدنش و سررسیده انقضامون هم میتونیم و همون 120 دقیقه تنظیم کنیم که میفته همون 8 کندل 1 2 3 4 5 6 7 و 8 که میبینیم خیلی راحت مارکت حرکت کرده و به سوددهی خودش رسیده. اما برای وانتاژ هم اگه بخواید در نظر بگیرید حتما تاییدیاتون رو در نظر بگیرید. مثل این قسمت، مثل این نقطه که به ما تاییدیه داده، مثل این نقطه که به ما تاییدیه داده و از اندیکاتورتون به عنوان محدوده‌ای که میخواید انتخاب کنید. برای به طور مثال توی این بخش که بررسیش کردیم تاییدیتون روی این نقطه در نظر بگیرید. برای اینجا که اگه بخوایم بررسیش کنیم میبینیم تاییدیه ها اون توی اینجا داده، اما توی این قسمت اندیکاتور استوکاستیکمون روند نزولی رو داره و به حد اشباع خودش است. پس این قسمت برای ما ریسک هستش که ممکنه مارکت روندش تغییر کنه. ما با این قسمت کاری نداریم، ولی اگر بخوایم اینجا رو مثال بزنیم، اگر اینجا موقعیتش تکمیل بود میتونیم از آروانش استفاده کنیم به عنوان محدوده مناسب یا بخش MR2 یا R2. خب دوستان، امیدوارم کامل توضیحات داده باشیم. حتما نکات رو در نظر بگیرید. به پایان این آموزش رسیدیم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. موفق و پرسود باشید.